دوستان عزیز، در زندگی حالت‌هایی می‌شود که ما یکدیگرمان را ناخواسته به اختیار دلشکنی می‌کنیم، خفه می‌کنیم و می‌خواهیم عذرخواهی کنیم، اما با زبان روسی کدام کلمه‌ها را استفاده بردن را نمی‌دانیم و ما با شما امروز این کلمه‌ها را می‌آموزیم. згоряча згоряча از غضب. وقتی که ما خیلی عصبانی می‌شویم در غضب، در گرمی غضب، ما می‌توانیم کلمه‌هایی که نمی‌خواستیم بگوییم می‌گوییم. این згоряча. Со слепу کورکورانه. نمی‌خواستیم این کار را کنیم، اما این کار متاسفانه شد. Со слепу я это сделала. کورکورانه این را من کردم. поневоле به اختیار. به اذن وجدана من این کار را کردم. поневоле. Я не хотела, но поневоле так получилось. нарочно. در اینجا برق است. нарочно همین کار را کرده. توغری می؟ Так нельзя. ай-яй-яй. назло. بدبختی. зло این калимаи بدی. назло значит здесь тоже برق است. بدبختی кардан. Я надеюсь, таких случаев у вас не будет. Но иногда в жизни бывает, поэтому, когда мы просим прощения, используем такие слова.